رفیق آسانسوری من سلام، امیدوارم حالت عالی و درجه یک باشه. من محمد سپهری اومدم تا توی این دوره‌ای که از من هدیه گرفتی بهت چیزی رو آموزش بدم که در جلسات مذاکره خیلی میتونه به تو کمک بکنه. ببین، نباید جلسات مذاکره رو طبق یه ریتمی که خودمون فکر میکنیم درسته پیش ببریم، بلکه طرف مقابل ما در مذاکره تعیین میکنه اصلا ما چطور رفتار کنیم، در مورد چی حرف بزنیم، از کجا شروع کنیم، به کجا ختمش کنیم. ما میدونیم که مذاکره یه مسیر، یه سفره و با هر هم سفری باید یه جوری سفر کرد. این سفر رو باید باهاش بازی کنی. ما توی صنعت آسانسور متاسفانه وقتی مشتری روبرومون میشینه انگار یه دیالوگ حفظ شده رو داریم تکرار میکنیم. یه تکنیک جهانی وجود داره به نام تکنیک جهانی دیسک. این تکنیک به ما چی میگه؟ به ما میگه هر کسی که روبروت قرار میگیره و داره با تو حرف میزنه باید مدلش رو بشناسی و عین خودش باهاش برخورد بکنی. ببین، آدم‌ها عاشق کسی هن که نزدیک اونها فکر میکنه، اصلا مثل اونها به ماجرا نگاه میکنه. شما فکر کن یه نفر بیاد بره سفر و همسفرش در تضاد کامل باشه. یعنی چی؟ بذار مثال عامیانه خودمونی بزنم. من عاشق اینم که توی ماشین سنتی گوش بدم، همسفرم عاشق آهنگ‌های رپ یا آهنگ‌های خارجیه. ببین، دیوونه میشیم تا برسیم به مقصد. تازه اگه برسیم وسطای را احتمالاً اگر رپ یا خارجی گوش بدن، اون که سنتی دوست داره در وا میکنه تو حرکت نپره پایین خیلی حال کردیم و همه چیز خوب پیش رفته. پس رفیق من، اگر بیایم مذاکره رو یه سفر ببینیم، توی این سفر باید حرف هامون، نکاتی که در موردشون صحبت میکنیم، همه و همه در دایره دلخواه کی باشه؟ مشتریت باشه. پس فراموش کن دیگه که یه مونولوگی و یه متنی رو حفظ بکنی و بیایی در موردش حرف بزنی. این نکته مهمیه که میتونه اغلب مذاکراتت رو بهبود بده و حتی آمار قراردادت رو حتما بالا میبره. چند تا نکته هست. این چیزی که من میخوام بهتون یاد بدم نه تنها تو فروش آسانسور، بلکه تو زندگی شخصیتون هم خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. واسه همین چند تا نکته رو همین اولش با هم دیگه چک بکنیم که خدایی نکرده اتفاق بدی نیفته. میدونی چرا؟ چون ابزاری دارم دستت میدم عین چاقو. میتونی باش میوه پوست بکنی، میتونی شکم یه نفر رو باهاش پاره کنی. این ابزار میتونه برای تو بهبود دهنده باشه و اگر به نکته هایی که همین الان میخوام بگم توجه نکنی میتونه مخرب باشه. پس با من باش، همه حواستو جمع بکن و ببین دارم چه نکته طلایی رو بهت یاد میدم. چیزی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم رفتارشناسی دیسکه. رفتارشناسی دیسک میگه آدمهای دنیا به 4 دسته تقسیم میشن: دیها یا قرمزها، آیها یا زردها، اسها یا سبزها، سیها یا آبیها. و باید به این نکته با تمام وجودت توجه بکنی. اون نکته چیه؟ اون نکته اینه که اگر بیای اینو یاد بگیری تازه متوجه میشی که توی مذاکره با مشتریت یه جا باید از زیبایی کابین بگی، یه جا باید از ایمنی آسانسورت بگی، یه جا باید در مورد طول عمر دستگاهت حرف بزنی، یه جا باید در مورد جزئیات مهندسی. ببین، همه اینایی که گفتم میتونه در طول مذاکره از همش استفاده بشه. یعنی هم زیبایی رو بگی، هم مهندسی رو بگی، هم پشتیبانی رو بگی، هم طول عمر رو بگی. ولی ما توی فروش میگیم یه تیر داری، یه هدف داری، فرصت شلیک کردنت محدوده، تیربار دستت نیست که توی مذاکره فقط بزنی. تو باید در جای مناسب به آدمش حرف درست رو بزنی. پس این دوره رو با دقت در آرامش 1 بار
ببین و بار دوم بشین و نکته برداری کن. باور کنید اگر تشخیص بدی اونی که از در داره میاد داخل کدوم یک از رفتارهای دیسک رو در وجودش بیشتر زندگی میکنه، میتونید عین آب خوردن بهش بفروشید. خب ببین رفیق من، اول از همه تو باید خودت رو بشناسی. یعنی وقتی دوره رو دیدی بری جلوی آینه وایسی بگی که خب من خودم بیشترین سهمم توی مدل دیسک چیه؟ دیم، آیم، اسم یا سیم. و این پذیرشه، این شناخته از خوده بهت کمک میکنه تا درست اون رفتارها رو مدیریت کنی و در جلسه مذاکره کمتر خطا بزنی. پس این نکته یادت نره. رفیق عزیز من، خواهش میکنم مواظب چاقویی که تو دستت گذاشتم باش. لیبل زدن ممنوع. تو حق نداری بگی این که دیه، این که آیه، این که اسه. شما صرفاً این مهارت رو یاد میگیرید که بتونید با آدم‌ها رفتار درستی در مذاکره و در اجتماع و در روابط خانوادگی داشته باشی و ازش در راستای منافع هر دو طرف استفاده کنی. خواهش میکنم مواظب باش. و یک نکته دیگه، من میگم قایم شدن ممنوعه. یعنی نیو بگو من که دیگه دیم، من که دیگه آیم، من که دیگه اسم، من که دیگه سیم. نه، همیشه آدم میتونه بهبود پیدا بکنه. بذار از نزدیکتر باهات حرف بزنم. عزیز دلم، رفیق من، ما آدم ها در طول زمان میتونیم از هر روزمون بهتر باشیم. یعنی همین لحظه میتونیم از یک ساعت قبلمون هم بهتر باشیم. قطعاً هر کدوم از این مدل‌های رفتارشناسی به ما کمک میکنن تا ما اول خودمون رو بشناسیم، نقاط ضعفمون رو بفهمیم، بعد بهبودش بدیم. پس اول ازت میخوام تو آینه به خودت نگاه کنی. بعد از این دوره هر چقدر درست‌تر خودتو تحلیل بکنی میتونی درست‌تر در جلسه مذاکره ازش استفاده بکنی. پس مواظب باش. خب ما این تکنیک ها رو یاد میگیریم که طرف مقابل رو بشناسیم و ارتباطمون رو بهبود بدیم. ببین نکته مهمی دارم بهت میگم ها، شما وقتی این مدل رو بلد باشی میتونی وقتی آسانسور میخوای بفروشی قبلش ارتباطتو بفروشی، یعنی ارتباطتو ایجاد کنی، یعنی اول اون آدم با تو حال بکنه، بعد میریم سراغ فروش آسانسور. اگه داری یادداشت میکنی که باید یادداشت بکنی، مخصوصا از قسمت 2 که بعد از این قسمت میبینیش و شروع میکنم در مورد کاراکترها میخوام حرف بزنم، باید این نکته ها رو یادداشت کنی. پس همین الان ویدیو رو نگه دار، برو یه دونه کاغذ و خودکار بیار، این یه جمله منو درشت توی یه صفحه کاغذ بنویس، عکس بگیر واسم بفرست که اگر قراره فروشنده خوبی باشی اول باید رابطه رو خوب ایجاد کنی. اگه ارتباطات رو ندونی هیچ وقت فروشنده خوبی نمیشی. و پس نکته‌ای که قرار شد بنویسی چیه؟ اگر قرار فروشت بهتر بشه باید ارتباطاتت بهتر بشه. این اون جمله‌ای که باید بنویسی و برای من بفرستی. یادت باشه فروش لحظه نیست، فروش یه طول مسیری که باید تو یاد بگیری توش رابطه ایجاد کنی. خب رفیق عزیز من، اگه این یه دونه حرف رو از من بشنوی یاد میگیری که با هر نفر شبیه به خودش مذاکره بکنی. ما آدم ها شبیه هم نیستیم. ما آدم ها هر کدوممون یه ورژن منحصر به فرده. بذارید یه مثالی براتون بزنم. 3 تا از دوستای من پا شدن رفتن کجا؟ طبیعت. نفر اول اومد و سلام علیکم پرسی چه خبر، چه کار میکنی؟ خوش گذشت. گفت آره ولی خیلی گرم بود، اذیت شدیم. نفر دوم اومد گفت محمد گرم بود ولی یه رودخونه بود شنا کردیم چقدر حال داد. نفر سوم اومد گفت که
او اصلا جای خوابمون راحت نبود، ولی چون گرم بود خیلی چسبید بهمون. 3 نفر 3 روایت، 3 نفر 3 دیدگاه، 3 نفر 3 زاویه مختلف برای بررسی کردن یه اتفاق مشترک که همشون در یک زمان و مکان مشخص یه جا بودن. بله، چون ما آدم ها شبیه هم نیستیم. ما آدم ها شبیه هم حتی فکر نمی کنیم. ما آدم ها شبیه هم حرف نمی زنیم. ما آدم ها پدر و مادرهامون با هم فرق می کنن. پدر بزرگا و مادر بزرگامون هم با هم فرق می کنن. و همینطور حتی اونایی که پدر و مادر مشترک دارن، یعنی خواهر برادرن خواهرن، همشون هر کدوم منحصر به فردن. چرا؟ چون که تجربه زیستشون با هم دیگه فرق میکنه. پس این نکته یادت باشه که ما آدم ها شبیه هم نیستیم. و نکته آخر در مقدمه این دوره، دوست عزیز من، شما می توانی از همه مدل ها در وجودت داشته باشی که همینطوره. یعنی شما هم در وجودت دی داری، هم در وجودت آی داری، هم در وجودت اس داری و هم در وجودت سی داری. اما اینکه کدوم عدد بالاتری توی نمودار داره، کدوم سهم بیشتری داره و کدوم سهم کمتری، بعد از گذراندن این دوره متوجه میشی. و آدم‌های روبروت هم همینطوره. یعنی آدم‌هایی که میان از تو خرید بکنن، یکی از این موارد توش غالب‌تره و تو باید با اون فرمول و با اون فرمون باهاش جلو بری. ازت میخوام این دوره رو یه جوری ببینی که هر کی از در اومد داخل و در همون چند دقیقه اول گفتگو حتی از مدل دست دادن، مدل نشستن، مدل پوشش لباسش بدونی تو این مذاکره قراره چی رو چطور بفروشی. فروش آسانسور از نظر من به همه این 4 تیپ کار بسیار آسونیه، به شرط اینکه تشخیصش بدی و به حرفای من عمل بکنی. میخوایم با هم دیگه این سرفصل جذاب و از این لحظه شروع بکنیم و جمع‌بندی میخوام بکنم در قسمت مقدمه. رفیق عزیز من اگر میخوام برم ماهیگیری و همبرگر دوست دارم، قرار نیست نوک قلاب ماهیگیریم همبرگر نصب کنم. من باید اون کرمی رو با خودم ببرم که ماهی دوست داره. فروش دقیقاً همین شکلیه. مهم نیست تو دوست داری آسانسور خوشگل باشه یا ایمن باشه یا پشتیبانی خوبی داشته باشه، اینا همه خوبه، اما اینکه کدومش مهمتره رو مشتری تعیین میکنه، نه تو. پس بدون وقفه برید و شروع کنید به دیدن قسمت اول. خیلی مخلصیم.